ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی‌ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کره زمین. اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دو تا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی، اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته. یه عده کار تو عرصه مهدویت با جنگولک بازی و ادا اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن. یه سری شاخصه ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصل ها داره، یه سری مقتضیات داره، یعنی هر جوری که نمیتونی کار بکنی که. اینا که میفهمن قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده، افضل العباده، بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن، افضل عبودیت میشه انتظار فرج. وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. اما منتظریم بشین یه گوشه، همین سستلوسی نباشه. به چه درد میخوری تو؟ بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخون، بزنه به کمره. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست. مثل امام زمان بشه صبح تا شب بشه ولذالیناتو بکش. ببین تو دنیای اسلام چه خبره، ببین چجوری مسلمان‌ها رو خرمال کردن. افضل اعمال امتی آقا رسول الله انتظار الفرج من الله عز وجل. آقا رسول الله هم میفهمن افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، شمشیر به دست گرفتنه، منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه. جنس گولاش فوشه، جنس گولاش تهمته. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحط بدمه فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، قلط میزنه تو خون، قلط میزنه، متشحط بدمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خدا. یعنی بهترین خوشگلترین نوع شهادت دستو بزنن تو خونه. همون شهادتی که آقا عبدالله رسیده، همون شهادتی که عباس ابن علی بهش رسیده، همون شهادتی که 200,000 تا شهید ما بهش رسیدن. اینجا من نمیخوام بگم آی بودایی پاشو بیا مسلمون شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن فلان. اصلا صحبت من این نیستش. من صحبتم مال این گلگیجای خودیه. صحبتم در مورد من و خود شماست. ماها کارو خراب کردیم. هر بی‌نمازی توی دنیا دارید میبینید از بدنمازی نمازخوناست. اینقدر بد نماز خوندن، گفتن نماز خوندن اینه. نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد، نماز خوندن اینه. ما 100 سال نماز نخونیم. دین باید ضمانت اجرایی داشته باشه. تا اگه تونستی اینو اجراش کنی، در عمل بیاری، بگن که منتظر چه شکلی آقا میشه ما نشونش بدی. ظهور یعنی پایان تمام بدیها، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصارش. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد زد، قلع و غم خواهد کرد. کشتاری اگر هست از ایناست. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظرین، کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنن، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن. برنامه داره واسهتون. اگر تو فکر کردی من دیگه نماز میخونم، دعا ندبه میخونم، صبح دعای عهدمو میخونم، دیگه اینا بچه خوبی هم، گوگوری مگوری، اینا که چیزی نیستش که. نماد یک کسی که نیروی انسانی که برای امام زمان داره کار میکنه عزیز دل من نماد عبودیت باشه. فکر کردی چون من دیگه برای امام زمان با بچهای خودمون تو دفتر دعوا داشتم میکردم، میگفتم فکر کردین که برای امام زمان دارید کار میکنید دیگه نمازتون شلشل بخونید، نمازتون نباید سر وقت بشه.
چی فکر کردید شما؟ هر چه به امام زمان نزدیکتر میشه طرف باید نمازش قشنگتر بشه، باید سجده هاش طولانی تر بشه. میگه نه من سجده طولانی برام کار کنم. کی گفته؟ بله یه موقع یه ملتی منتظر منن ولا این آره دیگه بله. یه موقع نه من نشستم میخوام دریوری تلویزیون رو نگاه کنم، شرور فلان آهنگو گوش کنم. کثرت سجود نشانه یاران امام زمانه. رکعن سجدا، دائم تو رکوع دائم تو سجود بودن ویژگی ایناست. یاران امام زمان نشانه بر صورت دارن، سیمایشان نشانه داره، اثر سجده دارن. الزام اثر سجده این نیست که پیشونیت پینه ببنده، نه، نور سجده تو چهره طرفه. دوست داری بشین چهرهشو نگاه کن، کیف کنی. کسایی که کار مهدوی میکنن باید نماد صداقت باشن، نه که بیشترین پدر سوختگی و نمیدونم شیشه خوردگی و اینجور چیزا رو. نه، اینجا ما چون داریم برای امام زمان کار میکنیم هدف وسیله رو توجیه میکنیم. کی گفته اصلا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه تو مذهب ما؟ ما صهیونیست نیم. ما اجازه نداریم با گناه جلو گناهو بگیریم. اونم درد دارم تو رفتارهای انسان‌هایی که ادعای کار مهدوی میکنن، چقدر رفتارهای زننده میان به ما میگن. 3 تا دانشجو معرفی کردم برم پیش استاد اخلاقی، رفتن پیشش، اومدن میبینم تا بالای نظامو دارن فحش میدن. میگن چی شده و فلان. بابا من مطمئنم این آدم شریفیه، خودم پیشش میرم چی شده؟ 3 تا نوچه دور و بریش. چون اینا یه خورده تیپشون کج و کله بوده، یه جوری با اینا میگه، یه جوری با ما برخورد کردن که انگار احساس کنم یه تیکه نجاستیم. مسلمانید شماها؟ به والله قسم هر 3 تا اینا اون تا آخر هر چی گناه بکنه گرده توی بیشعوره. اون استاد کارش درست بود، اگه میرفتن نفس حقو میخورد میگرفت دست اینا. یه برخورد انگار لب و لوچه‌شو با آرماتور بستن. فکر میکنه مثلا مسلمان، نه این مسلمان نیست، یه چی دیگه است. نمیتونم بگم. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد، لبخند از لبش نمیافتاد. قرآن فرمود دارید سراغ این حیوان جونور فرعون دارید میرید، فقولا له قولا لینا، با دشمن من که کودکان رو ذبح کرده مهربان صحبت کنید، لین صحبت کنید، قولا لینا. اینجا با بچه امام زمان، شیعه امام زمان یه جوری برخورد میشه که طرف میره 100 سال دیگه. اینقدر جوان سراغ من اومدم گفت من نماز نمیخونم. برای چی؟ گفت رفتیم یه بار مسجد اینجوری کردم. این غلط میکنه ها، این دلیل نمیشه نفر با تو بد برخورد کرد. این سوسوله، این لوسه. اونم میگم در مورد سوسول بازی و لوس بازی عرصه مهدویت بعضی ادعاشو میشه، اونو خواهم گفت. اما تو بهانه دست این نده، تو کارتو درست کن. کسی که توی این عرصه داره کار میکنه باید نیروی انسانی که توی این عرصه مهدی باوره باید فرار بکنه، دور بشه از غرور. 4 تا استاد بهت گفتن، 4 تا دکتر بهت گفتن، 4 تا سردار بهت گفتن، حاج آقا گفتن، ایکس گفتن، ایگرگ گفتن. کجای کاری؟ فکر کردی کی شدی؟ 2 تا در ماشین برات باز کردن، 2 بار دنبالت اومدن بردن، 3 بار کیفتو باید برداشتن بردن. فکر کردی کی؟ 4 بار دورت جمع شدن. هیچ چی نیستی. اینایی که با رفتارشون عده‌ای برمیگردن. خدا به دادتون برسه. خدا به دادتون برسه. خدا به دادتون برسه. الگوهای ما رو بهائی‌ها دارن استفاده میکنن. شبکه سازی مال ما، بهائی‌ها شبکه سازی میکنن. اهل بیت ما فرمودن مهربان باشید. بهائی‌ها عزیز دارم من، بهایی شیعه شده اومده دفترمون، بهایی شیعه شده. ببین چی میگه. 2 تا نکته میگم خیلی جالب. یکی که قبلا میگفتش که به ما گفتن ولو بیزارید از این شیعه ها، اون مسلمان ها، ادا مهربونا رو در بیارید. بهترین وسیله جذب. میبینی ماشینش، گوش کن، میبینی ماشینش خراب شده، شیعه های دیگه براش حل نمیدن، واسه حل بده براش. میخوای بری نون بخری، 2 تا نون بربری اضافه بخر بده به همسایه. جز لبخند و حالتون چطوره، خوبید، احوال پرسی از اینا نمید. نکته دومش، برنامه به ما دادن تو همین چند سال سرلخ کنیم. این جدیدن به وارث سرلخ کنیم تو خیابون. خب به ما گفتن رو سری تو بنداز، قبلا میگفتن تو ماشین رو سری تو بنداز. این بهائی‌ها، برخی دیگر از اقلیت حالا اسم میبرن بهائی‌ها رو میشه اسپورت.
گفتن رو سری تو بنداز تو خیابون. کنتور اینجاش نمیشه آرم بهایی، کنتور نمینداز که بگیم مثلا مسلمانی داره میره. بعد گفتن اخیرا به ما گفتن تو خیابون رو سری تو بنداز راه برو، تا بهت گیر ندادن نذارو کلا. اینجوریه، اون برنامه ریزی داره عزیز دل من. یه ریزه آدمن ها، یعنی جمعیتشون جوکه، اما چون حواسشون هست بالایی چی میگه برن سریع اجرا کنن برنامه ریزیشون. آقا امیرالمومنین گریه میکرد رو منبر، گریه میکرد خدا مرگتان دهاد، جرعه زهر را در کامم ریخت. میگه که اینها در باطل خودشان متفقن و شما در حق خودتان متفرق.